سلام 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 بر شما نازنینا. امیدوارم که جور صحت و سلامت باشین در هر کجای از این دنیای فانی که هستین. در این شرایط خاص و بسیار خطرناک که امروزه فعلا آخر زمان است، رقم از هرچی که هست، همه کشورها ناامنیتی خاص خودش داره. بسیار مواظب خودتان باشین. خب نازنینا، امروز یک طلسمی را براتون معرفی میکنم، یک دعایی را که وقت پیشتان باشه هم برای یک نفر میتونه باشه، هم برای تمام خلق ای کار میته. البته به قسمی که من میگم اگر تهیه بکنین، مواد زیاد لازم نداره، بسیار راحت، بسیار ساده، هیچ کدام تاثیر منفی روی خودتان هم نداره که اگر که خودتان نوشته بکنین و خیلی راحت هم است، بسیار قوی هم است که من هم خودم استفاده میکنم، هم دوستا و عزیزایم حتما از این برشان دادیم و دارن پیش خودش و تمام کسایی را که برش ایره دادیم نوشته کردیم نتیجه خوبی ازش گرفته و کاملا به تجربه رسیده هست. خب نازنینا، ای برای چی است؟ یک، برای وقتی پیشتان باشه محبت یک نفر خاص، دو نفر خاص یا سه نفر خاص یا چند نفر خاص هم در مقابلتان محبت پیدا میکنه و ای پیشتان باشه تمام خلایق عالم هم در مقابلتان یک مهر و محبت خاص پیدا میکنه. شما را عزیز میشماره، محترم میشین، احترامتان در بین جمع خلقت خدا زیاد میباشه و همچنان در پهلوی از او ای یک زبان بند قوی هم است که زبان تمام خلایق و یا افراد خاص را اگر نامشه بگیرین بسته میشه در مقابلتان. یعنی ما بدگویی داریم، خیلی کسا در مقابل ما بدگو هستن، غیبتگو هستن، پشت سر ما حرفای بدساز هستن. به اصطلاح زبان از اونا یک رقم بند میشه که اونا این تاثیر از این روی از اونا قسمی است که اونا هر چی اراده میکنن چی در مقابل خودتانم نمیتونن که بد بگوین و پشت سرتانم همچنین، یعنی موفق نمیشه. خب قبل از اینکه این معرفی کنم براتون یک گپ میخوایم بگویم، این که دوستای نازنین، اولا که نام مادرتان تا وقتی که یک ملا یا چی بفهم یک کسی را خوب نمیشناسین برش نتین، چون که اکثریت ملاها، اکثریت آدما قسمی هستن که از این کارا رو که میکنن اگر که به منفعتش که میخواین برسن از طریق شما نرسه و پول کافی برش ندین، یک چیز خوب برتون نوشته میکنه، برعکسش دوباره یک چیز بد نوشته میکنه که بارها مجبور باشین برو. یک چند مدت خوب میشه، تاثیر که میخواین میگیره، یک چند مدت بعد دوباره میبینین که برعکس میشه، دوباره همون خرک و همون درک. این دلیلش برازی است که اونا همزمان هم یک چیز خوب برتون میده، هم برعکسش برتون نوشته میکنه که شما از خبر ندارین ولی تاثیر میکنه رویتون. باز شما مجبور میشین پیشش برین، باز مجبور میشین پیش. این طریقه و رویش از اوناست. خب این حال شما ما برتون خیلی چیزا را یاد میتون، شما لازم ندارین که پیش هر کس برین پیسه بدین، خودتان امی اونایی را که اگر که خودتان نوشته میتونستین نمیتونستین اینا ما برتون میگم. خب این حال خلاص کلام شما مطمئنم فهمیدین مطلب مرا گرفتین. در جماعت سنتی که ما زندگی میکنیم یک گپازیات است کلا خبر دارن تنامنی کلتان. این حال اینا براتون معرفی کنم دقیق همین رقم چهار چوکاتک، همین رقم شکل آدمک که هست، دور اطرافش دعایی که هست، به همین شکل دقیقا روی کاغذ سفید با قلم آبی نوشته بکنید. ایناله شما اگر نگه داشتنش برتان سخت است پیشتان، شما خردتر نوشته بکنین، لازم ندارین که قدر کلان کی است شما من قدر نوشته کنین، هر چه خردتر بهتر که بتونین پیشتان نگه دارین. و اینکه این چیزا را که من میگم براتون اینا بسیار قوی است، کاملا به ثبوت است، کاملا به تجربه رسیده هست. خب به خاطر که اینا از کتابای بسیار قوی هندی و چینی و ایرانی و افغانستانی اینا گرفته شده. خب اینا از کتابای بسیار قوی و بزرگی هست که دقیق خود سفر ما براتون گرفتیم و اینجا ماندیم. خب این را به همین شکل نوشته میکنین در شکم، یعنی در بطنی از امی چارچوکاتک امی آدم، در جایی که نوشته است ورا و دتا الا بینهما احذروا. خب در اینجا چی نوشته میکنین؟ فلان زایده فلان نوشته است، شما نام خود نوشته میکنین، زائده اگر زن هستین زائده، اگر مرد هستین زاده نام مادرتون بعد نوشته میکنین، بعد نوشته علل حب. خب بعد از این
افراد خاص را که در نظر دارین که در مقابلتان بدگاه است، در مقابلتان مهر محبت نداره، دشمنتان است و اینا، مخصوصا اونایی که فکر میکنن در مقابلتان بسیار بدگاهی داره و بسیار چشم حسود داره در مقابلتان، ای را برش نوشته بکنین، بسیار موثر است. او دیگه دست و پایش بند میشه یک رقم، یعنی هر وقت اقدامی میکنه همون به نتیجه نمیرسه و در مقابل شما یک نوع چی میگن امی لطفت و یک رقم حس خوبی پیدا میکنه. خب نامی از امور رو نوشته میکنین. زاده و زائده را فهمیدین، زائده برای زن استفاده میشه، زاده برای مرد. نام مادرش نوشته میکنین، اگر مادرش نمیدونستین پدرش نوشته کنین و به پهلویش نوشته بکنین که زاده هوا. خب و بقیهش نوشته بکنین و در زیر از و همچنان این کار که کردین یک لطف دیگه هم بکنین برای خودتان. بازم نوشته کنین فلان زائده نام خودتان نوشته بکنین، بعد نام مادرتان و در زیرش علل حب نوشته کنین که تمام یا جمیع خلایق دنیا زائده و زاده بی آدم و بی هوا، بسیار ببخشین ولی بی هوا و آدم. و ای را چیکار میکنین؟ بعد از او میگیرین قاطش میکنین، مهم نیست چه رقم، و یک شکل منظم قاط بکنین که پشتان نگه داشته بتونین. بعد قاط کنین و تمام تعویضی اگه دارین چیزی در پیش خود یا کیف پولی دارین در داخلش بمانین و پشتان باشه. امی که در پشتان باشه، هر جا رفتین با خودتان باشه، در هر جا در مقابل هر کس که روی بکنین عزیز هستین و احترامتان میشه، رویتان به زمین نمیمونه و زبانش هم در مقابلتان بند میشه. و یک موضوع دیگه، اگر میخواین که به نام فرد خاصی نوشته بکنین، ایره هدف برای یک فرد خاص است، امیره فقط نام خود و مادر خود نوشته میکنین و هم طرف مقابلتان همو فرد و نام مادرشه، نام مادرش ندانستین نام پدرشه و پهلوش نوشته میکنین زاده بی هوا. و اینکه بعد از او ایره میگیرین میشوین، اگه اون نفر در دسترستان است با آب ایره او میکنین میشوین و به همو میتین، در بین غذا چیزی میندازین برش، او در مقابلتان بعد محبت پیدا میکنه و زبان بند میشه. و اگر که در دسترستان نبود، ایره در قبله داخل یک چیزی تیکه پارچه میمونین و آویزان میکنین در یک نخ، بعد در یک درختی یک چیزی بالاخره که طرف قبله باشه، ایره در باد آویزان میکنین. این همی که باد شمالک بده ایره تاثیر خودش داره و نتیجه میده. خب نازنینا، امیدوارم که کاملا براتان 100% نتیجه خود داره و بتونین این کارا بکنین کاملا با خیال راحت، دل جمع، خودتان در پیش خودتان بدون کدام مصرف این کارا بکنین، انجام بدین، این هیچ ضرری بر شما نداره. خب نازنینا، مواظب خودتان باشین، وقتتان خوش و خدا یار و نگهدارتان.